فرض کن تو یه روانپزشکی و یه مرد 70 ساله بهت مراجعه میکنه. کسی که حواسش پرته، جواب سوالا رو با مکس میده و وسط حرف زدن یهو رشته کلامش رو گم میکنه. احتمالاً تا همینجا یه حدس جدی توی ذهنتو شکل گرفته و با خودت گفتی طرف آلزایمر داره. حالا سوال اینجاست، از این لحظه به بعد بیشتر دنبال چه جور اطلاعاتی میگردی؟ شواهدی که حدست رو تایید کنن یا شواهدی که ثابت کنن از همون اول اشتباه میکردی؟ همینجا یکی از رایج‌ترین سوگیری‌های ذهنی وارد بازی میشه. سوگیری تایید. این مفهوم اولین بار در دهه 1960 توسط یک روانشناس بریتانیایی به نام پیتر واسون مطرح میشه و ایدهش خیلی ساده است. وقتی یه فرضیه توی ذهن ما شکل میگیره، ناخودآگاه بیشتر دنبال شواهدی میگردیم که همون فرضیه رو تایید کنن، نه شواهدی که ممکنه ردش کنن. این روانشناس برای نشون دادن این موضوع آزمایش خیلی ساده طراحی کرد. یه تعداد شرکت کننده رو جمع کرد و به اونها گفتش که 3 عدد 2، 4، 6 از یه قانون خاص پیروی میکنن. سعی کنید اون قانون خاص رو پیدا کنید. شرکت کننده ها هر کدوم میتونستن عددی که میخوان رو پیشنهاد بدن و فقط یک جواب میشنیدن: درسته یا اینکه غلطه. بیشتر آدم ها خیلی زود یه فرضیه رو ساختن: اعداد زوجی که هر بار 2 تا زیاد میشن. بعد هم فقط مثال‌های آوردن که همین فرضیه رو تایید میکرد، مثل 8، 10، 12 یا 20، 22، 24. اما کمتر کسی از خودش پرسید اگه فرضیه‌ام اشتباه باشه چی؟ مثلا چرا امتحان نکنم 1، 2، 3؟ و همین سوال کل بازی رو عوض میکرد، چون قانون واقعی فقط این بود: هر 3 عدد باید سعودی باشن. این اشتباه فقط توی بازی عددی اتفاق نمیافته. تصور کن همون روانپزشک بعد از چند دقیقه به آلزایمر مشکوک شده. از اون لحظه به بعد ممکنه بیشتر سوالهایی بپرسه که همون تشخیص رو تقویت کنن و کمتر دنبال نشونه‌هایی بگرده که اون رو زیر سوال میبرن. پژوهش‌ها نشون دادن وقتی پزشکا فعالانه دنبال شواهد رد کننده هم میگردن، احتمال خطای تشخیص به شکل قابل توجهی کمتر میشه. مشکل این نیست که حدس میزنیم، مشکل اینه که بعد از حدس زدن کنجکاویمون رو از دست میدیم. شاید مهمترین درس این سوگیری همین باشه: خطر از حدس اول نمیاد، از اینه که دیگه دنبال رد کردنش نمیگردیم. برای قسمت بعد یه آزمایش کوچیک رو حتما انجام بده. دفعه بعد که درباره یه موضوع مطمئن بودی، از خودت فقط یه سوال بپرس: چه مدرکی میتونه ثابت کنه که من اشتباه میکنم؟ اگه تونستی برای این سوال جواب پیدا کنی، شاید از قبل تصمیمت رو گرفته باشی. این قسمت 3 کیو بود از مجله زیمک. امروز دیدیم گاهی بزرگترین دشمن حقیقت ندونستن نیست، مطمئن بودن زود هنگامه. قسمت بعدی میبینیم چرا از دست دادن یک چیز خیلی بیشتر از به دست آوردن همون چیز روی احساسات ما اثر میذاره. کیو رو دنبال کن. سرنخ بعدی منتظرته.